بسم الله الرحمن الرحیم. اما بچه در تقسیم یه عدد اعشاری، اگر در تقسیم یه عدد اعشاری گفتن 7/5 7/5 تقسیم بر 4 در تقسیم یه عدد اعشاری میگیم تقسیم. خب ما به این میگیم مقسوم علیه. این ما میگفتیم چی؟ مقسوم. به این میگفتیم مقسوم علیه. خب حالا که مقسوم من یک عدد اعشار است، باید من یک کاری بکنم که هم مقسوم علیه من از اعشار بیاد بیرون و هم مقسوم علیه. خب نگاه مقسوم علیه میکنم. نه، مقسوم علیه یه عدد طبیعیه. مقسوم علیه یه عدد طبیعیه. اینو میشه به راحتی انجام بدیم تقسیم. فقط مقسوم من عدد اعشاره. خب این در 75 چند تا 4 تا هست؟ چند تا؟ در 7 تا اول میگیم. این در 7 تا چند تا 4 تا هست؟ میگیم یکی. یه 4 تا 4 تا کم میکنم. بچه این خط اعشار هم به صورت نقطه چی میارم پایین. میگیم منها کم کنم. 7 منهای 4 میشود 3. خب در 3 تا که نمیتونه بگیم چند تا 4 5 رو میارم پایین میشود 35. در 35 تا چند تا 4 تا هست؟ 6 تا. 6 4 تا 24 تا کم میکنم. 5 و 4 میشه 1. 3 و 2 هم میشه 1. در 11 تا چند تا 4 تا هست؟ 2 تا. 2 4 تا 8 تا کم میکنم. 11 منها 8 میشه چند؟ 3. خب حالا میتونیم بگیم در 3 تا چند تا 4 تا؟ نه. پس از این ممیز عبور میکنم. 3 رو میارم پایین. چون 3 رو آوردم پایین یه ممیز اینجا میذارم. میگم در 33 تا چند تا 4 تا؟ 8 تا. 8 تا 4 تا میشود 32 تا. از هم کم میکنم. 3 منهای 2 میشود 1. ممیز رو میزنم. این هم میشود 3. پس خارج قسمت من میشود 162 ممیز 8 دهم. این میگن خارج قسمت. این چی میگن؟ میگن خارج قسمت. به اینم میگیم چی؟ به اینم میگیم باقی مانده. پس خارج قسمت من شد 162 ممیز 8 دهم. خارج قسمت منم شد 1 دهم. این تقسیم عددهای اعشاری بر یک عدد طبیعی. اما بچه ها در اینجا گفته برای اینکه کسرهای 7/9 1/3 و 7/3 را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم تا 2 رقم اعشاری. ما صورت رو بر مخرج تا 2 رقم اعشار تقسیم میکنیم. تا 2 رقم اعشار. مثلا اگر این 7/3 هست، ما میگیم 7/3 این صورتش 7. 7 رو تقسیم بره چند میکنم؟ مخرجش میکنم تا 2 رقم اعشاری. یعنی یه ممیز بزن 2 تا صفری اضافه میکنیم. 2 تا صفری اضافه میکنیم. حالا
بگیم در هفتا چند تا ستاره؟ در هفتا 2 تا ستاره، 2 ستا 6 تا. 7 منهای 6 میکنم میشود چند؟ میشود 1. آیا در یکی میتونیم بگیم چند تا ستاره؟ نه، چون از این ممیز عبور میکنم یه ممیز اینجا میزنم. حالا میگیم 7 منهای 6 میشه 1 از صفرها میارم پایین میشود 10. در 10 تا چند تا ستاره؟ 3 تا. 3 تا تخفیف کنم میشود 9 تا. 10 منهای 9 میکنم میشود چی؟ 1. دوباره 1 از صفرها میارم پایین میشود 10. در 10 تا چند تا ستاره؟ دوباره میگیم 3 تا. 3 تا 9 تا. دوباره کم میکنم که میشود 1/10. خارج قسمت من میشود 2.33 صدم و باقی مانده من هم میشود 1 صدم. 1 صدم. اما در سوال بعدی، البته اینه پایینش یکم باید بگیریم. در سوال بعدی گفته 1/3. بچه 1/3 را ما نمیتوانیم 1/3 نمیتوانیم صورت را تقسیم بر مخرج بکنیم. آیا میتونیم 1 تقسیم بر 3 بکنیم؟ میگیم نمیشود 1 تقسیم بر 3 بکنیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم اول این 7 رو پایین بکنیم که جاش بشه. میگیم 1 صورتش تقسیم بر مخرجه، 1 تقسیم بر 3. آیا میتونیم 1 تقسیم بر 3 بکنیم؟ نه، تازه رقم اعشار 0 میزنم. خب در 1 که نمیتونیم، پس من 1 0 میزنم اینجا، به ممیز میرسم، ممیزمو میزنم. میگم در 10 تا چند تا ستاره؟ در 10 تا 3 تا ستاره. 3 تا 9 تا. حالا میگیم 10 منهای 9 میشود چند؟ میشود 1. 1 از صفرها میارم پایین میشود 10. دوباره میگیم در 10 تا چند تا ستا هست؟ میگیم 3 تا. 3 تا 9 تا. دوباره این 10 منهای 9 میشود چند؟ میشود 1. میشود چند؟ میشود 1 صدم. 1 صدم. 1 صدم باقی مانده و 33 صدم خارج قسمت. خب اینها رو، این تقسیم ها رو به این شکل میشود چیکار بکنی؟ حل بکنی.